سلام دوستان، ویدیو اول تمام شد. ویدیو اول هر چه دیده باشید ما براتون یه آنچه گذشت پخش میکنیم، ببینید. خب قسمت اولو که دیدیم دیشب، قسمت دومه. در کوچه های شهر خونه ای که ترکاش ته نداره، خونه ای که آرم یه ماشین خیلی معروفو داره، خونه ای که پلاکشو پاک کردن، خونه ای که خیلی خوفناکو. این خونه رو ببینی؟ این خونه رو کی ساخته؟ محمد سایه بنا ساخته. حالا این خونه رو ببینید. ترسناکترین خونه کل ایران. برو نزدیک از تو سوراخ‌ها نشون بده بچه ها. همین الان دیدی که ما یه اون خونه از توش صدای ماشین اومد، با اینکه هیچ ماشینی تو اون خونه نیست. خب وقتشه بریم از تو سوراخ‌هاش چیزی نیست ببینیم. شیرین خوف بچه ما بهتره فرار کنیم به همون راهی که میدونیم خودتون. کیسه رو نگاه کنید، نکنه توش نکنه طلسم باشه توش. بچه همونطور که خودتون میدونید ما این کارو میکنیم. بچه همونطور که خودتون میدونید ما داریم در مورد خونه های ترسناک تو کوچه‌مون حرف میزنیم. یه خونه ترسناک عجیب دیگر رو بهتون معرفی میکنم. در نداره. این خونه ای که در نداره، این خونه همونطور که اینجا میبینید اصلا هیچ دری اینجا نداره. یعنی اینکه این خونه دوریمه. تازه اون طرف این خونه هم پر از چیزای دیگه است. یعنی هیچ راهی به اون خونه نیست. خونه بعدی این خونه است که ته کوچمونه. خودتون هم میبینین. گاهی وقتا از چشم میاد بیرون نگاه کن، اونجا شیشه سوراخه شکسته. آره داره میبینن. حالا همونطور که یادتون میاد ترسناکترین خونه اینجا بود که میخوام بالاش هم بهتون نشون بدم. پشیمون شدی خونه رو. خونه رو این قبرستونه. خونی که در کنار اون خونه وجود داره. دوریمه. بچه ما ترسناکترین سلاح جهان رو پیدا کردیم. بیا ترسناکترین سلاح دنیا. بیا. بعد یهو از اینجا یکی میاد بیرون میگه بیا ببرم تو خونه. حتی بعضی وقتا میگه نه یا. بچه من این چیزا میگم واقعا باور کنید. ما همینجا که داشتیم در مورد بیا صحبت میکردیم یه موتوری از بغل ما اومد رد شد رفت، ولی ما وقتی که به ته کوچه نگاه کردیم اثری از هیچ موتوری نبود. تازه اون اصلا مال این کوچه هم نبود. حالا اون موتور رو ندیده بودیم. پلاکش هم با عددهای عجیب غریبی نوشته بود، اصلا شبیه عددهای واقعی ما نبودن. نه انگلیسی بود، نه فارسی، نه عربی. هندی نه هندی هم ننوشته بود. هندی هم همون من دیدم. حتی ایلامی هم ننوشته بود. دوریمه. چه صدای موتور میاد و اینکه هیچ موتوری اینجا نیست. شما تو کامنت ها بذاریم ما الان باید چیکار. این گربه بود. لازم فقط کاری نکنی ها. دفتر مرده خریداریم. نایلون طلسم خریداریم. خونه پر از زیان خریداریم. چی؟ موتور نه، موتور مال این خونه متروکه است. موتور مال این خونه متروکه بود. چطور ممکنه؟
واقعا رضا من واقعا دارم میترسم. ما رو به خیر، شما رو به سلامت. اونو اینجا ته نزدیک ببین. تو برو ببین، تو برو ببین. پارکینگ. رضا تو برو ببین، تو فقط گوشی اینطوری تو کنی. گوشی رو ببین. میترسم. گوشی رو نکنی داخل، فقط از اون سوراخ بعدش سریع بودو بیا. رضا سریع گوشی رو بگیر. یا خدا. واقعا کسی بود. این زمین سرش تکون میخورد. شیرین بدون تو بخواه خودت ببین. تو خود گوشی ها خود دوربینا استوپم نکردی داره میگیره. بچه من امروز بسه، من پارت بعدی. شیرین واقعا میگم ویدیو خوبشون